همونجور که قرآن می‌فرماید شب قدر یک پدیده مستمری است، فقط یه اتفاقی نیست که در زمان پیغمبر اکرم افتاده و تمام شده باشه. نه، به تعبیر قرآن تنزل الملائکه و روح، شب قدر در ماه مبارک رمضان استمرار داره و هر سالی هم چیز جدیدی داره. لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی اگر شما بتونید ماه مبارک رمضانی که درک کرده باشید، کلاستون به اندازه 1000 ماه یعنی 83 سال، یعنی یک عمر بندگی میره بالا و تو طول سال دیگه تو همین کلاس هستی تا سال آینده. اگر شب قدر رو درک بکنید، یک گام دیگری 83 ساله برمیدارید، یعنی یک کلاس دیگه میرید بالا. شب قدر در واقع شب ولی الله معصوم در هر زمانی است. شب قدر شب اوه، شبی است که پروردگار عالم یک ضیافت و میهمانی خاصی برای او ترتیب میده. در همین سوره قدر در روایات هست تو نمازاتون زیاد بخونید، این سوره ولایته و فرمودن که اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید، با این سوره باهاشون بحث بکنید. امام باقر علیه السلام فرمودن اینجاش که شما تو این سوره قدر میگید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست در شب قدر میان پایین. کجا میان؟ ملائکه بر روح وارد میشن. نشون میده که در عالم یک ولی معصوم هست که ملائکه بر او وارد میشن. خب اون وقتی که این تعداد ملک بر ولی الله معصوم وارد شدن، چه اتفاقی میفته ما ها نمیفهمیم، طبیعیه نمیفهمیم. این دیگه خود ولی الله میداند و خدایی که براش این مهمانی و ضیافت رو ترتیب داده. فقط ترشحاتی از این مهمانی و نازله‌ای از این مهمانی به اون کسی میرسه که اون شب توسلش به معصوم باشه. ما سر سفره ریزخوار ولی او هستیم. یه باب خدا بیشتر نداره که از اون در باید وارد بشی. باب الله کیه؟ عین باب الله الذی منه یؤتی، معصومین. هیچ راه دیگری هم نداره. اگر کسی تونست یه قدم به معصوم، به این باب نزدیک بشه، شب قدر رو تونسته درک بکنه. درک شب قدر اینه، نه بیدار بودن شرط لازم هست ولی شرط کافی نی. ممکنه کسی بیدار باشه ولی چیز گیرش نیاد. بیدار باید باشه و توسل بکنه، بیدار باید باشه و از این باب وارد بشه. من اراد الله بدأ بکم. حالا میفهمید برای چی شب قدر قرآن میذارید سرتون و میگید بکه یا الله به محمد، به علی، به فاطمه. بنابراین قرب ما به خدا تابع قرب ما به معصومه. باید از اینجا بریم و درک شب قدر یعنی این. ولذا نشانش اینه که باید یه تفاوتی تو زندگیش از فردای اون روز نسبت به ولی خدا، یه توجه بیشتر، یه قرب بیشتر، غفلتش کمتر شده باشه به ولی خدا، که نشون دهنده این باشه که از باب الله وارد شده.